the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 7 English book, Unit 13, Lesson 2, page 124 and 125. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف هفتم، فصل 13 درس دوم، صفحات 124 و 125. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه درس جدید خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاهی می داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, we have studied 5 sections. ما و شما در درس گذشته 5 بخش را آموختیم. The first section was Introduction to Unit 13. اولین بخش معرفی فصل 13 بود. Daily routine، فعالیت‌های روزمره. Conversation، محاوره و گفتگو. Vocabulary، ذخیره لغات. And the last section was Grammar. و آخرین بخش دستور زبان بود. So, in today's lesson we are going to study 4 sections. ما و شما قرار است در درس امروز 4 بخش را بیاموزیم. The first section is Conversation. اولین بخش محاوره و گفتگو است. The second section is Vocabulary. دومین بخش چی است؟ ذخیره لغات است. The third section is Speaking. سومین بخش صحبت کردن است. و آخرین بخش It's Reading. و آخرین بخش خواندن است. شاگردان عزیز، میفهم کارهای خانگیتون را انجام دادین. حتما در آخر چک میکنم. قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده؟ بیاین که درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین بخش Conversation، محاوره و گفتگو. Listen and practice. گوش بگیرید و تمرین کنید. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. و معلمتان گوش بدهید زمانی که محاوره ذیل را میخواند. سپس با دوستتان یا با پارتنرتان چی کنین؟ تمرین کنین. و میخوانم شما دقت کنین. عبید میگه Hurry up زکی عجله کن. زکی برش میگه What time is it؟ ساعت چند است؟ عبید میگه It's 20 to 5. Let's go. نجیب and حبیب are waiting outside. برش میگه 20 دقیقه به 5 مانده، یا به اصطلاح عام شما 20 کم 5 است. بیا بریم. نجیب و حبیب بیرون منتظرند. زکی میگه Okay, let me wear my shoes. برش میگه درست است. بگذار بوتهایم را بپوشم. خب شاگرد عزیز، این محاوره بود که ما شما خواندیم. چی گفتشته بر ما شما؟ یک سوالک دادشته. Is it polite to make people wait for you? Why? آیا به نظرتان شاگرد عزیز این کار خوب است که شما کسی را منتظر بانین به خاطر خودتان کار داشته باشین، به اونا هم وعده کرده باشین و چی کنین؟ سر وقت نرین. این کار خوب است؟ اگر خوب است چرا؟ اگر خوب نیست چرا؟ بریم بخش بعدی خود شاگرد عزیز. Vocabulary، ذخیره لغات. Listen to your teacher and repeat the time. و معلمتان گوش بدهید و زمان و وقت را تکرار کنید. ما براتون میخوانم، شما دقت کنین که ما چه رقم براتون میگم. شیوه درست چه یاد بگیرین. It is 5:30. ساعت نیم ساعت یا 30 دقیقه از 5 گذشته. It's 5:30 p.m. ساعت 5:30 عصر است. It's 8:45. 15 دقیقه به 9 مانده. It's 8:45 a.m. ساعت 8:45 دقیقه صبح است. It's 2:15. ساعت 15 دقیقه از 2 گذشته. It's 45 to 3. 45 دقیقه به 3 مانده. این رقم هم میتونیم که بگوییم. It's 11:30. ساعت 11:30 بجه است. درست؟ It's 11:30 a.m. ساعت 11:30 دقیقه صبح است. It's 5:45. 15 دقیقه به 6 مانده. It's 5:45 a.m. ساعت 5:45 دقیقه صبح است. خب شاگرد عزیز، این بود بخش vocabulary. پیش میریم. اکتیویتی بعدی بر شما چی گفته شده؟ In pairs کار جورایی است. Ask and answer about.
time shown in the picture. خب متوجه باشین شاگرد عزیز، بر شما گفته که بپرسین سوال، جواب بدین سوال در مورد چی؟ در مورد وقت و زمانهایی که در تصویر پایین قرار داره. بیاین که یک اگزمپل یا مثال شکار کنیم. Student A شاگرد اول میگه What time is it؟ ساعت چند بجه است؟ Student B شاگرد دوم میگه It's 10:15. برش میگه 15 دقیقه از 10 گذشته، یعنی 10 و 15 دقیقه است. شاگرد عزیز این کار جوره است. شما میتونین دو نفر کار کنین و تصویر را دیده سوال کنین و تصویر را دیده جواب بدین. پیش بریم شاگرد عزیز. بخش بعدی ما شما speaking صحبت کردن. in groups کار گروهی است شاگرد عزیز. میتونین در گروپ های 2 نفره، 3 نفره، حتی 4 و 5 و 6 نفره میتونین که انجام بدین. Ask your group about their daily activities. در یک گروه 6 نفره فرض کنیم که شما تشکیل دادین، درست؟ و از اعضای گروهتان شما شاگرد عزیز در مورد کارهای روزانهشان، فعالیت‌های روزانهشان چی میکنین؟ سوال پرسان میکنین. مثلا چه رقم سوال میکنین؟ ببینین What time do you pray؟ مثلا قدوس از غفار پرسان میکنه که What time do you pray؟ تو ساعت چند نماز میخوانی؟ باز چی میکنه؟ میگه که من در این وقت نماز میخوانم. بعدش نامش نوشته میکنه، بعدش تایمشه که در چه زمان مثلا سمیم یا یاسر در کدام تایم کدام کار انجام میتن، درست؟ همین رقم. یک تا دو سوال دیگه شما براتون راهنمایی میکنم، متوجه باشین. What time do you have breakfast؟ ساعت چند بجه تو غذای صبح میخوری؟ باز دوستان حتما جواب میده. What time do you go to school؟ ساعت چند بجه تو به مکتب میروی؟ What time do you return home from school؟ ساعت چند بجه دوباره از مکتب به خانه برمیگردی؟ این رقم شما میتونین که سوال جور کنین و دوستتان چی کنه؟ پاسخ بده. خب اکتیویتی بعدی Choose a group member and say two difference between your schedule and his or her schedule. شاگرد عزیز خوب دقت کنین که گیج نشین، درست؟ بعد از اینکه می تیبل یا می جدول را تکمیل کردین، باز میتونین شما بعداً یک دوست یا دو دوستان را انتخاب کنین. بعد از اینکه انتخاب کردین از گروه خودتان، البته نه که برین از گروه دیگه کس شما بیارین یک نفر انتخاب کنین، نه، از گروه خودتان یک نفر انتخاب میکنین. میبینین تایم تیبلش یا می تقسیم اوقاتش که اونا مثلا نان صبح چی وقت میخورن، شما چی وقت میخورین. differences یا می تفاوت ها را شما میبینین که چند تفاوت است. مثلا یاسرشان ساعت 7 بجه نان صبح میخورن، مگرم سمیمشان ساعت 7 و نیم میخورن. یک تفاوت شد، درست؟ همین رقم در وقتی که از مکتب دوباره به خانه میاین شما میتونین که تفاوت ها را لیست هم کنین. خب شاگرد عزیز بریم به بخش بعدی خود، reading خواندن. Read the paragraph and then answer the questions. بر ما شما گفته که پاراگراف بخونید، سپس چی کنید؟ سوالات را جواب بدین. ما براتون میخوانم، دقت کنین شاگرد عزیز. Look around you. Where are you now? There must be a clock around you. ببینین شاگرد عزیز چی گفته شده؟ به اطرافتان نگاه کنید. حالا شما کجا هستید؟ حتما یک ساعت در اطراف شما هست. سمیم امیال 4 طرف خدا سیل داره، میخواه یک ساعت پیدا کنه. اون طرف هسته. خب why is that? It's because time is important. You build your routine around time. خب چرا این مهم است؟ چرا یونه است؟ چرا این طور است؟ به این دلیل است که زمان مهم است. کارهای روزمره خود را بر اساس زمان تنظیم میکنید. چرا ساعت، وقت، تایم، زمان مهم است؟ در جای کمیال شما هستین گفته شده که حتما یک ساعت هست، درست؟ چرا قدر وقت مهم است؟ به خاطر که گفته شده که کارهای روزمره تان را چی میکنین؟ به اساس وقت، تایم، زمان چی میکنین؟ تنظیم میکنین. پیش بریم. You wake up at a special time every morning and sleep at the same time every night. هر صبح در وقت معین از خواب بیدار می شوید و شبها دوباره در یک وقت معین به خواب می روید. During the day there are things you do that do not change, such as having breakfast, lunch and dinner. در طول روز، در جریان روز کارهای هستند که انجام می دهید که تغییر
نمی کنند، مانند صبحانه، نان چاشت و نان شب. کارهایی است که دیگه تغییر نمی کنه. درست؟ These are our Islamic teachings to use time wisely, say our prayers on time and be punctual in our works and duties to serve our people and make Allah subhanahu wa ta'ala pleased. اینها آموزه های اسلامی ما برای استفاده عاقلانه از زمان است. نماز را به موقع بخوانیم و در کارها و وظایف خود وقت شناس باشیم تا به مردم خود خدمت کنیم و خداوند جل جلاله را خوشنود کنیم. Time never stops and never goes back. Use it well while you have it. زمان، وقت هرگز متوقف نمی شود و هرگز به عقب باز نمی گردد. از آن منظورش از تایم یا زمان است دیگه. از وقت و زمان به خوبی استفاده کنید در حالی که آن را دارید. خب شاگرد عزیز، ما شما پاراگراف خواندیم و معنا کردیم. خب یک بار چک کنین، اگر کدام سوال داشته باشین میتونین که بپرسین کدام جای لغتش مانده باشه. شاگرد عزیز یس هارون جان فرما، سوال داری؟ استاد important چی معنا میده؟ بسیار خوب. هارون سوال کرد، میگه که important چی معنا؟ important یعنی که مهم. important مهم. پیش بریم شاگرد عزیز. بر ما شما در اول پاراگراف گفته بود که پاراگراف بخونین و سپس به سوالات جواب بدین. ببینین this paragraph is about ای پاراگراف یا ای متن در مورد چی بود؟ daily routine, time, clocks. حتما پاسخ میتین در مورد کارهای روزمره بود، در مورد وقت یا زمان بود و هم در مورد ساعت بود. دومش why should we use time well؟ چرا ما شما باید به خوبی از وقت خود استفاده کنیم؟ چی فکر میکنین؟ حتما جواب بتین. What are the teachings of Islam about time؟ آموزه های اسلامی در مورد وقت و زمان چی چیزا است؟ حتما نوشته کنین. خب شاگرد عزیز، بیاین که درس امروز خود یک جمع‌بندی داشته باشیم. ما شما در درس امروز 4 بخش را آموختیم. اولین بخش محاوره بود، دومین بخش ذخیره لغات بود، سومین بخش صحبت کردن بود و آخرین بخش ریدینگ یا بخش خواندن بود. وقت رسیده بریم به طرف کارهای خانگی. قلم، کتابچه آماده، نوشته کنین homework. Write the reading passage of page 125. قلمک نزن، نوشته کنند بچه. آفرین. Write the reading passage of page 125. امی پسیج یا امی ریدینگ را که ما شما در صفحه 125 خواندیم، امیر در کتابچه‌هایتان نوشته میکنین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.